مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 اکتبر سال 2023 خبر داد که در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 40 ساله ساکن شهر استرافشان با گمان تهدید کشتن یا رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی همسر سابقش دستگیر کرده شد. خود این مرد و یا نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی گمان برشونده به خانه استقامتی سابق همسرش ساکن 34 ساله شهر استرافشان آمده با کارد خواجگی او را تهدید کشتن کرده است و بعدا با روی زورآوری یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی نو را آشکارا گرفته از جای حادثه غیب زده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب به خانه همسر سابقش رفتن و جنگ و جنجال کردن این ساکن استرافشان معلوم نیست. معمولا چنین حادثه ها در زمینه رشک رخ میدهند. تلفن همسر سابقش را با زوری کشیده گرفتن مرد نیز به همین فرضیه رشک دلالت میکند. وزارت کارهای داخلی گفت نسبت به گمان برشونده بر اساس ماده 120 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ماده 120 برای تهدید کشتن یا رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی اگر برای عملی گشتن این تهدید حساس و ترس و هراس موجود باشد، همچون جزا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال یا محروم ساختن از آزادی به مدت تا 2 سال را پیش بینی میکند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 24 حالت کشتاری و سوء قصد به آدمکشی و همچنین قصداً 54 مورد رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی ثبت شده است.